دیم مقاومت های سیاسی در تاجیکستان به درگیری های نظامی تبدیل یافتند و یک عده مردم به افغانستان پناهنده شدند که در بینشون راهبرای مخالفین نیز بودند. حکومت افغانستان که در رأسشون شما بودین اون وقت آنها را خیلی خوب پذیرایی کردن، استقبال گرفتن. من در نظر دارم مردم عادی را و شرایط های امکانات های خوبشون مهیا کردن. با استفاده از این چیز رهبریت مخالفین به مبارزه خود ادامه داد و در شما در همین وقت کی فکری به هم آشتی دادن جانب ها پیدا شد؟ البته ما از امو آغاز روزهایی که کشمکش ایجاد شد و ما در سفری بودم در ازبکستان. ما در ازبکستان خبر شدم که گروهی به نام آقای سنگک سفروف و با حکومت و اینها کشمکش ها و برخورد های هستن. حتی از اونجا وقتی اطلاع را یافتم قبل گفتم که به افغانستان بیم، ما با رئیس جمهور و آقای کریموف ما گپ زدم که من حوادث در اونجا بسیار زیاد چی شده بدم شده و ما برای صلح میخوام که در اونجا برم. و البته نظری چیز داشت گفت که قدر فکر میکنم که ضرور نیست. به هر حال وقتی که صحبتی با او داشتیم من کم تشویش برای پیدا شد که چرا زعمای منطقه به فکر صلح نیستن و از اونجا نشد به محضی که اینجا آمدم به فکر کردم که چی راه را میتونیم که انتخاب بکنیم که جنگ در تاجیکستان نبوده باشه. با وجودی که خود ما مشکلات هم داشتیم. با جناب رحمانوف شما اولین بار کی در همین موضوع صحبت کردید؟ ما وقتی که باز ما دعوتی اونها به اینجا ما دعوت کردیم که در خودی کابل آمدن و در دمو اولین باری که اونها آمده بودن برای این موضوع هم بود، برای خاطر اسرای روس. دیگه این موضوع را ما در مابین گذاشتیم و بالاخره بحث به این کشان داشت که هر دو طرف با هم بشینن و البته در مرحله اول مشکل بود خیلی. هر دو طرف تقریبا این قسمت آمادگی پذیرش یک دیگر کمتر داشتن و ما زیاد اصرار میکردیم که باید حتما نشستی صورت بگیره و حتما صحبت های صورت بگیره و آقای رحمانوف و آقای عبدالله نوری با هم ببینم. ناگفتن همونه که من احساس میکردم که در هر دو طرف کسایی بودن که قطعا نمیخواستن و بسیار زیاد با مشکل میشد. البته در بزرگاه مشکلات کمتر بود، در اطرافیا بسیار زیاد عکس العمل خیلی جدی بود. دیگه به هر حال باز نشستی صورت گرفت. ولی این مرتبه آمدن اونا با کابل آمدن هر دو جانب هم جناب رحمانوف استاد نوری و شما در اینجا اونها رو پیشواز گرفتین و لحظه همون لحظه نخستینی که اونها باید که به دیگر وامی خودن سلام میکردن همون بیاتون هست که بله چرا باید احساس میکردم که بسیار زیاد همینطور به هر دو طرف یک نوع حالتی روانی گریز داشتن که چی رقم نمیخواستن و البته به دلشان شاید تصمیم داشتن اما به ظاهر یک سلسله ملاحظاتی را که کی مثلا به هم نزدیک شد و کی مثلا دست بود. خب به هر حال مسئله تمام شد دیگه. دو طرفی که در کشمکش بوده باشن و به این فکر بوده باشن که طرف مقابل مغلوب بکنن و چی رقماری با هم ببینن، از حالت لحاظ روانی ما تصور نیست که خیلی یک نوع حالتی اضطراب داشتن هر دو طرف. خب به هر حالی به پایان یافت اما فقط تنها یک نشست بود و گفتگوها و بحث‌هایی که صورت گرفت بسیار دقیق و اساسی نبود تا به اینکه باز ماند و مرحله بعدی که در تخار دورانی که ما از اینجا هم کشور البته مرکز دست ما نبود و ما در تخار بودیم. البته در هر دو مرحله خدا غریق رحمت بکنه انجینر بله همون نقش امیر صاحب ده بله فوق العاده بسیار با حرارت و با صمیمیت و میخواد تنها با بعضی دوستایی که البته اعضای هیئت میرفتن و میدو بسیار تلاش هم میکرد که این مسئله هر چیز زودتر پایان بیاره. یکی از نوشته هاش یکی از مشاوره جناب رحمانوف نوشتن که وقتی که اونها به خوزده رفتن اون در اونجا هیچ کس نبود، شما بعداً رفتید در اونجا، چرا این شد؟ اصلا اینطور شد که امو هلیکوپتر پروگرام طوری بود که ما تصور ما بود که هلیکوپتر اول در چیز پایین میشه در تخار و از تخار بود یک جا میریم چه کردن دیگه. ما چون اونجا کوها بود تصور مایی بود که هلیکوپترها و اینا در اونجا برشون مشکل است برای پایینشتن شدن چه رقم باز اونها پایین جا نشدن در اونجا رفته بود. ما انتظار داشتیم در تخار. از راهبرای مخالفین آیا نبودن نفرهای میگفتن که جهاد خود را ادامه بدیم با پیروزی برگردیم؟ کسایی بودن، شکی نیست که حتی وقتی که من سفری که داشتم به تاجیکستان بعد از آمدن جناب آقای رحمانوف ما سفری داشتم به تاجیکستان که اونا دعوت کرده بودن. در اون سفر که پیش از اینکه برم میخواستم که یک دوستا رو بگم که من میرم برای حل مشکلی شما که بعد وکیلیت نزدیک مشکل حل شود. در اونجا تعدادی از جوانایی بودن که جدا چه بودن دیگه
موافق نبودن، میگفتن استادی رفتن خود رسمیت میته به این نظام و این نظام میخوای چه بکنیم. یک تعدادی سخت چه بودن، حتی شاید بعد از اینکه من رفتم یک تعدادی چیزی کردن که به قضیه ما دیگه یک ضربه زد فلانی و قضیه چیزی ما را یه طور چیزهایی وجود داشت. اما ناگفتن امانه که آقای را سید عبدالله نوری از آغاز دیدی بسیار عمیق داشت و با کلی بسیار با دلسوزانه با مسئله چی میکرد. من میفهمیدم که از اطرافی های شکتیات راضی نیستن بعد چیزا، اما خودش جدا چی میکرد و تعدادی بودن که البته راضی بودن به حل مشکل. یک تعداد احساساتی و عاطفی دیگه همیشه بالا از فشار می آوردن. حتی بعد از اینکه هم برگشتم و ما خبر شدم که یک تعدادی خیلی خفه بودن که چرا استاد رفت و بر نظامی را که دارد سقوط میکنه از بین میره دیگه ایره میخواد که با پای ایستاد کنه و ایره با کلیچی بکنه. به هر حال در اینجا برشان ما گفتم که دوستا شما هنوز فکر میکنم که منزلتان طولانی است. اول شما تاجیکستانی داشته باشین، کشور داشته بوده باشین، بعد از او هر فکر و هر اندیشه‌ای که داشته باشین. هستن گفتم اطرافیا کشورهای نزدیکتان کسی هستن که میخوان که اصلا تاجیکستانی نباشه، میخوانید سقوط بتن و شما دولت مستقلی نداشته باشین. به این اساس بهتری است که شما اول با فکر دولت مستقل بوده باشین. و ناگفتن من کی گپار آمدم با آقای نوری چند بار چه کردم که من چهره آقای رحمانوف یک تاجیک بسیار با احساس و با درد میبینم دیگه. به این اساسی گفتم این جوانش تو باید همت بکنی و قیمت بوده باشه. من امیدوار هستم که انشالله در آینده با این بتانی که شما زندگی کنین هیچ مشکلی نبینید. به این اساس بگذار مسائل دیگه ای که حزب و گپای دیگر گذاشته شد، پیش از هم اول داشتن یک تاجیکستانی مستقل از جمله اهداف اساسی تان باشه و با امن و متحد. حاضر با شرافت همون خدمت های شما در تاجیکستان یک جشن تأسیس یافته است که اون را روز وحدت ملی میگن. هر سال این جشن گرفته میشه، تجدید میشه همین جشن. و اینک شما در این جشن به مردم تاجیکستان چی درخواست دارین؟ ما یک بار دیگه مبارکباد میگم این جشنشانه و برای ملت تاجیک ثبات سیاسی، امنیت ملی، انکشاف اقتصادی، وحدت و همبستگی قوی مردمی را ما برشون آرزو میکنم. ما انتظار دارم که ما شاهد یک تاجیکستانی بسیار پیشرفته، متحد، با قوت و با اقتداری قوی ملی ما شاهد بوده باشیم که در ابعاد مختلفی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ملی اینا پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته باشند و ما خواهان روابط بسیار قوی و نزدیک با کشور خود افغانستان و تاجیکستان هستیم که هم به سطح دولتی و هم به سطح ملی روابط ما بسیار قوی و مستحکم شد. هر یک تاجیکستانی میخواد که شما را مثلا تبریک بگه، اظهار منتداری بکنه به خاطر همون خدمتایی که شما برای مردم تاجیکستان کردین، برای مردم عموما منطقه کردین. خود شما در حالت جنگ بودین لیکن توانستین که یک کشور مثلا از جنگ نجات بدین. البته ما به عقیده ما یک نه تنها به نفع ملت تاجیک و کشور تاجیکستان بوده که اگر این کار صورت نمیگرفت ممکن مشکلات ما هم زیادتر می بود و ما پسان هم دیدیم که وجود تاجیکستان در یک شرایط بسیار سختی با وجودی که پرابلم های زیادی داشتن به عنوان یک سند بسیار قوی برای پیروزی مبارزات ما در دوران مقاومت شد. و ما همیشه گفتیم که تاجیکستان و رهبری تاجیکستان مخصوصا جناب آقای رحمانوف به عنوان یک شخصیتی بسیار با دلسوز و مهربان به مردم ما و به ما و مجموعه ما و به عنوان یک رهبریتی بسیار با تصمیم و با اراده در سخت‌ترین شرایطی که حتی بسیار کشورهای دوست و بزرگ منطقه که از مقاومت حمایت میکردن در شرایطی بود که اونا کم کم میخواستن خود کنار بکشن و با طالبا کنار بیان. اما تاجیکستان قاطعانه و رهبری تاجیکستان جناب آقای رحمانو با قوت در این مراحل ایستاده که ما همیشه گفتیم و گفتیم که راستی یکی از رازهای پیروزی و ادامه مقاومت ما هم حمایت بسیار به دریغ و قوی تاجیکستان و رهبری تاجیکستان بود. و یک سوال آخران است، نمیشود که همین تجربه تاجیکستان هم مثلا در افغانستان هم تطبیق بکنن؟ بله مشران ما همیشه آرزو داریم که در اینجا ما با ما اساس بوده که از جمله موضوعاتی را که ما در برنامه تشکیلات حزبی خودم نوشته کردیم و برای دوستان گفتیم
که آشتی ملی باید به عنوان یک حرکتی استراتژیک ملی در کشورمان تعقیب شود. به این معنا که یک مقطعی نباشه. چرا هنوزم بحران‌هایی در کشور ما هست. برای حل بحران‌ها ادامه یک حرکت آشتی ملی به حیث یک حرکت استراتژیک و جزء سیاست ملی در افغانستان قرار داده شود. تشکر زیاد از شما.